روزی چهارشنبه در جریان یک ریدی پلیس روسیه در بازار دراگامیلوسکی مسکو بیش از 200 مهاجر از آسیای مرکزی بازداشت شدند. به نوشته سامانه مسکو 24 نقطه رو اکثری بازداشت شده ها ثبت محل اقامت و یا دیگر سندهای مناسب نداشتند. پلیس از بازداشت شده ها نسخه انگشت گرفته است. بازداشت شده ها با بود و باش غیرقانونی در روسیه و فروش محصولات در جایهای بدون اجازت متهم شدند. به غیر از آن 4 بازداشت شده با تهیه سندهای قلبکی گمانبر شده در نسبت به آنها پرونده جنایی باز شده است. در نوارهایی که کاربران در اختیار رادیو آزادی گذاشتند بازداشت و تفتیش مهاجران مشاهده می شود. خدمات مطبوعاتی ریاست امور داخلی مسکو اطلاع می‌دهد که فعالیت بازار دراگامیلوسکی متوقف شده است. به نوشته سامانه مسکو 24 رو در ماه اوگوست نهادهای قدرتی مسکو بیش از 400 نقطه فروش را تفتیش نموده بیش از 3.5 هزار نفر را بازداشت نمودند. پس از حمله به تالار کراکوس در ماه مارس سال 2024 مقامات روسیه ورود مهاجران از آسیای مرکزی و بود و باش آنها از جمله تاجیکستانی ها را مشکل کردند. به گفته مهاجران ریدهای زیادی پلیس و قانونهای سخت گیرانه حیات آنها را در روسیه دشوار کرده است. در نیم سال اخیر در روسیه زیاده از 30 قانون نو قبول شد که محدودیت‌های زیادی را برای مهاجران کاری جاری نمودند.